کنم به حضورتون که من 7 سالم بود میخوندم. 7 ساله بودم، صدا داشتم. بعد به وسیله آقای دکتر سیدعلی خانی که همسایه و دیوار به دیوار ما بود، به وسیله ایشون با حسین سنجری آشنا شدم که پدر همین حشمت سنجری. با اون آشنام کردم، درس خوندم 6 ماه پلوش. بعد بردنم تحویل دادن به مدرسه کلنل الله خان وزیری. اونجا درس میخوندم. 7 سالم اونجا درس میخوندم که خب رفتم جلو دیگه، همه چی یاد گرفتم. صدای من بستی بلند بود و خوب بود دیگه، لازم نبود بلندگو اینا داشته باشیش، نمیخواست هیچ وقت بلندگو نمیخواستم، تو بدون بلندگو همه وقت میخوندم. از صدای منم اصلا ناراحت بودن اونا که میشنیدن، بستی بلند بود. مشوقتون کی بود؟ آقای کلنل الله خان وزیری بودن و شاگردایی که تو مدرسه بودن و از قبیل سبا و نمیدونم چیز پرویز خان ایرانپور و شاگردای دیگه که بودن، خیلی شاگرد اینجا. بعد پدر و مادرتون تشویقتون؟ پدرم از نمیخواد، دوست نداشت این کارو. بعدی که من پدرم مرد این کارو شروع کردم. صحیح. بله. مادرم چرا دوست داشت؟ چون خودش صدا داشت. بله. البته نمیخوند، لالای خوب بلد بود. خب بعد اومدین به رادیو؟ بله. اومدم به رادیو که از من شیراز بودم، زن اون حسین فرزانی بودم. اونجا بودم، دم صدا رادیو میاد، گفتم بذارم رادیو بخونم. نه بابا آقا نه، گفتم من میرم، هر کاری هم بکنی من میرم. بالاخره آمدم تهران و خدا رحمت کنه مرحوم چیز دیدم تو خیابون لاله‌زار، حسین تهرانی رو. گفتم که حسین تو شنیدم تو رادیو ضبط میگیری؟ گفت آره. گفتش تو دوست داری بیای؟ گفتم بله. به وسیله اون من به رادیو رفتم.